توبه کمتر میکنند. ما در برخوردمون با اهل سنت یا با یک وهابی نهایت ادب را که نشانگر تربیت ما در مکتب اهل بیت باید نشان بدیم. اگر کسی واقعا این ارزه رو در خودش نمیبینه که با یک دو تا حرفی که یک سنی وهابی میزنه از کوره در میره شروع میکنه عصبانی شدن و حرفهای نادرست زدن، به نظر من ورود همچه فردی به این بحث اختلافی خلاف شرع بینه. باید یک کسی وارد بحث ولایت بشه از اهل بیت دفاع کنه که جلوی چشمش به خاطر علی فحش ناموسی هم دادند، سرش بندازه پایین و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. بیایید نمونه عملی این ادب را با یکدیگر ببینیم. وقت یک افراد به قول اگر جسارت نشه به اراذل و اوباش، نمیدونم اراذل و اوباش از کدام به قول کوچه و پس کوچه پیدا میکنن میارن به عنوان کارشناس محقق ادیان. وقت یک افراد به قول اگر جسارت نشه به اراذل و اوباش، نمیدونم اراذل و اوباش از کدام به قول کوچه و پس کوچه پیدا میکنن میارن به عنوان کارشناس محقق ادیان. بابا تو که یک جوجه‌ای مگه در حد جوجه هم نیست؟ بابا تو که یک جوجه‌ای مگه در حد جوجه هم نیست؟ خب آقا شما جاهل هستید، شما نمیدانید، شما سواد ندارید، مطالعه نمی کنید. خب آقا شما جاهل هستید، شما نمیدانید، شما سواد ندارید، مطالعه نمی کنید. سواد بیشعور ارزش نداره. سواد بیشعور ارزش نداره. بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می دهید و خودتان را از یاد می برید؟ حالان که کتاب آسمانی را می خوانید، آیا نمی اندیشید؟